روز 27 آگوست سال 2024 دادگاه نویه ترویسک شهر مسکو سلطانوف نظرعلی بوزوروویچ نفر متهم در حمله خونین به زن و شوهر صلح در نوای مسکو را برای 1 ماه و 29 روز یعنی تا 20 اکتبر سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. سلطانوف که 38 سال دارد بر اساس قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه به آدمکشی با بهرمی مخصوص و بر اساس قسم سوم ماده 105 به قصد کشتن 2 نفر عیبدار می شود. او در پی قتل پلکوونیک نیروهای هوایی ویکتور سلیزنیوف در دهه یارسوه در نوای مسکو دستگیر شد. همراه نظرعلی سلطانوف پدر او را هم بازداشت کرده حکم اخراجش از روسیه را برآوردند. همین دادگاه نوی ترویسک روز 21 آگوست شهروند تاجیکستان سلطانوف بازار علی خانوویچ را طبق ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه در ویران کردن قاعده‌های بود و باش در این کشور گناهکار شناخته 5000 روبل جریمه بست و به اخراج از قلمرو روسیه محکوم کرد. با قرار دادگاه بازار سلطانوف تا روز اخراجش از روسیه در بازداشتگاه خارجیان نگاه داشته خواهد شد. جسد به خون آغشته و لکه بیجان پلکوونیک مستوی 84 ساله ویکتور سلیزنیوف را شام 19 آگوست سال 2024 در حدود جمعیت باغداری پلیوت در دهه یارس و نویه کراسنای پاخرا پیدا کردند. همسر 82 ساله او را با جراحت‌های وزنین به بیمارستان بردند و به طبیبان میسر شد که او را از مرگ نجات دهند. بعد چند ساعت همچون گمانبر در این کشتار زاده تاجیکستان نظرعلی سلطانوف سال تولدش 1986 دستگیر کرده شد. شام 20 آگوست ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در تلگرام کانالش ثبت ویدیویی لحظه های بازپرسی نفر متهم به قتل پلکوونیک سلیزنیوف را نشر کرد. از این ثبت برمی‌آید که دستگیر شده سلیزنیوف ها را خوب میشناخت چون که آن شام نصب به خانه آنها برای قرض پول رفته است. بنا به فرضیه‌ای که سلطانوف در این ویدیو نقل کرد او یک فرزند معیوب دارد و برای جراحی او به پول نیاز داشت. گویا پلکوونیک سلیزنیوف در اول راضی شده است که کار او را بود کرده قرضش بدهد ولی در آخر درخواست سلطانوف را رد میکند و او از همین دلیل صاحبخانه را میکشد. سلطانوف نقل کرد که او همسر سلیزنیوف را برای آن کشت که شاهد را از بین ببرد و از جنایتش پنهان بماند. به نظرعلی سلطانوف برای کشتار بر اساس قسم یکم ماده 105 از 6 تا 15 سال و بر اساس قسم سوم ماده 105 برای سوء قصد به کشتار 2 نفر از 8 تا 20 سال زندان تهدید میکند. ولی اگر خدای نکرده زن جبر دیده نیز بمیرد نظرعلی سلطانوف را میتوانند برای عمر بعد نیز به زندان افکنند.